یک گزارشگر سازمان ملل از حکومت تاجیکستان خواست که رخشانه حکیمова خبرنگار زندانی را فوراً آزاد کند چون محاکمه او با قانونشکنی و مخالف با معیارهای بین المللی صورت گرفته است. مری لاولور گزارشگر خاص سازمان ملل برای حامیان حقوق انسان روز 15 می در صحبت با رادیو آزادی از حکم زندانی رخشانه حکیم و اظهار نگرانی عمیق کرد و گفت که او ناحق به سالهای طولانی زندان محکوم گردیده است. یک مایه نگرانی اساسی این است که ما نمی‌دانیم تا کجا اتهامات بر ضد او درست است، زیرا ما در تاجیکستان شاهد آن هستیم که چگونه محاکمه را پنهان برگزار می‌کنند. محاکمه ناعادلانه مایه نگرانی است. در پرونده او مثلا به او تا چند ماه نگفتند که به چی متهم می شود. او را از دسترسی به پرونده محروم کرده بودند. وکیل دفاعش حتی نسخه حکم را نداشت یا پس از اعلان حکم اجازه ملاقات با او را نداشت. این محاکمه های پس درهای بسته که در تاجیکستان رسم شده است بسیار ناعادلانه اند و با معیارهای بین المللی مطابقت نمی کنند. مری لاولور همچنین به رادیو آزادی گفت به اعتبار نگرفتن سرنوشت دو طفل رخشانه حکیمova که یکی نوزاد است بی‌وجدانی و کار نادرست می باشد. محکوم کردن مادری جوان دو کودک خردسال به 8 سال دراز زندان واقعا دلریش کننده است. جدا کردن طفلان از مادر خود بسیار سخت است و بر علاوه این اجازه ندادن کودکان به دیدار مادر را نباید به کسی روا دید. روا دیدن این کارها برای آنهایی که از حقوق دیگران حمایت میکنند بی‌وجدانی و غیر انسانی است و درست نیست. حامیان حقوق باید حق داشته باشند که فعالیت صلح‌آمیز و قانونی خود را بی یگان تعقیب انجام دهند. اگر آنها را محاکمه میکنند باید در دادگاه مطابق به معیارهای بین المللی و عادلانه محاکمه کنند که حتما نشان میدهد که کارشان قانونی و صلح‌آمیز بود و آنها را باید آزاد کنند و همین حالا. دادگاه عالی تاجیکستان رخشانه حکیمova را ماه فوریه امسال با گناه خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم کرد اگرچه خودش گفته است که هیچ گناهی ندارد. پرونده او بخشی از پرونده وسیع جنایی بر ضد چند منصبدار سابق و سیاستمداران شناخته تاجیکستان است که آنها را هم به کوشش تبادلات دولتی گناهکار دانسته به سالهای دراز زندان محکوم کردند. خود آنها و وکیلانشان گفتند که اتهامات بی‌اساس است و آنها را به یگان گناهی به زندان انداختند.